تکنیت کلی گروهی در فالکده سلین. برای همسویی با انرژی فال عدد جادویی 111 رو کامنت کنید. از نظر مالی یکم مشکل دارید ولی به زودی البته تا 8 زمان دیگه پیشرفت خوبی دارید که باعث تغییر و تحولی عالی تو زندگیتون میشه. شراکت و سرمایه گذاری یا سفر کاری که براتون سود داره، منتظر خبر و پولی هستید که بهتون میرسه، صحبت از ازدواج و عروسی میشه، اتفاق خوبی باعث شادیتون میشه، زیارت و سفر زیارتی براتون دیده میشه، کسی که دوستش دارید باهاتون سر لج داره اما دوستتون هم داره، یکم رفتارش کلا مشکل داره. تو مسائل کاری براتون رقیب دیده میشه ولی شما پیشرفت کاری دارید، بهتره به حرف دیگران اهمیتی ندید. تو روابط احساسیتون رابطتون گرمتر و بهتر میشه براتون. فروردین ماهی تا 7 وعده حاجت روایی دارید، نذر نمک کنید براتون خوبه. اردیبهشت ماهی تا 2 وعده ای که بیشتر تا 2 ماه آینده از حاجت روایی براتون دیده میشه. خرداد ماهی یه مقدار براتون صبر افتاده ولی در نهایت خوشحالی و حاجت روایی دارید. تیر ماهی تا یه وعده نزدیک براتون خوشحالی دارید، نگران نباشید. مرداد ماه چشم نظر دارید، صدقه براتون خوب افتاده تا گره از کارتون باز بشه. شهریور ماهی حاجت روایی تا 6 وعده، مخصوصا اگه مشکل مالیه. مهر فعلا براتون صبر افتاده، حتما صبوری کنید و تلاش براتون دیده میشه. آبان ماهی حاجت روایی تا پایان امسال و اواخر اسفند براتون دیده میشه. آذر ماهی حاجت روایی به کمک آقای میانسال دارید. دی ماهی حاجت روایی تا 9 وعده براتون افتاده اما کلا راجع به اهدافتون بهتره با کسی حرف نزنید، براتون سکوت اختیار کردن خوب افتاده. بهمن ماهی انرژی منفی ندید و تلقین نکنید تا حاجت رواشید. اسفند ماهی عزیز حاجت روایی احساسی و مالی براتون با هم دیده میشه، فقط 2 ماه براتون ممکنه زمان ببره تا این روند براتون طی بشه.